این جذاب خوشمزه فرزی است. بریم با هم درستش کنیم. اول از همه کرمش رو درست میکنیم. برای درست کردن کرم اول شیر رو میذاریم رو حرارت تا داغ بشه. تو این فاصله شکر رو به تخم مرغ اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. آرد و نشاسته ذرت رو بهش اضافه میکنیم. هم میزنیم. شیر رو کم کم اضافه میکنیم و با ویسک مخلوط میکنیم تا یک دست بشه. بعد مواد تخم مرغی رو به یک قابلمه منتقل میکنیم و میذاریم رو حرارت با شعله ملایم تا شبیه فرنی بشه. به این غلظت که رسید از روی حرارت برش میداریم و وانیل رو بهش اضافه میکنیم. همش میزنیم. به یه ظرف دیگه منتقل میکنیم. یکم که از داغی افتاد، قبل از اینکه کامل خنک شه روش رو با یه کیسه فریزر میپوشونیم و میذاریم توی یخچال از 3 ساعت تا 1 روز بمونه. برای درست کردن کیک 2 تا تخم مرغ داریم که زرد و سفید رو از هم جدا میکنیم. بعد میذاریم هم زده بشه. وقتی که سفیده یکم از حالت لختگی در اومد، شکر رو کم کم بهش اضافه میکنیم و میذاریم هم زده بشه تا کاملا فرم بگیره و حجیم بشه. وقتی خوب فرم گرفت، زرده رو که با وانیل مخلوط کرده بودیم به سفیده اضافه میکنیم. خیلی آروم با هم مخلوطش میکنیم. آردمونم تو چند مرحله الک میکنیم و بهش اضافه میکنیم. خیلی آروم فولدش میکنیم. میذاریم تو فری که از قبل گرم شده. کرممون که داخل یخچال کامل خنک شده رو به ظرف همزنمون منتقل میکنیم.
میذاریم کمی هم زده بشه و بعد کره هایی که به صورت مکعبی در آوردیم و کم کم به کرممون اضافه میکنیم و هر باری که هر تکه کره رو اضافه کردیم صبر میکنیم تا کاملا مخلوط بشه. بافت کرممون باید اینطوری باشه. توت فرنگی ها رو به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. یه رینگ وسط ظرفمون میذاریم. ما کیکمون رو که از قبل پختیم به 2 قسمت مساوی تقسیم کردیم. برای اینکه توت فرنگی ها رو اطرافش قرار بدیم اسفنج کیک رو از کناره ها کمی کات کردیم. نگاه کنید دور تا دور اسفنج کیک با توت فرنگی کامل پوشونده شده. اسفنج کیکمون رو با سیرپ توت فرنگی مرطوب میکنیم. بعد تمام قسمت‌های روی کیک رو با کرممون کامل پر می‌کنیم. اول بین توت فرنگی ها که فضایی بینشون نباشه و بعد روی سطح کیکمون رو. بعد لایه بعدی اسفنج رو از هر 2 طرف مرطوب کرده و روی کرممون قرار میدیم در قسمت وسطش. و روش رو کامل با کرم میپوشونیم. حالا کیکمون رو به یخچال انتقال میدیم و 1 روز بهش استراحت میدیم. اینجا من به کیکم 1 روز استراحت دادم. اطراف کیک رو با یه چاقو آزاد کردم و قالب رو ازش جدا کردم. با یه پالت داغ اطراف کیک رو تمیز کردم و اضافه کرم رو روی کیکمون پایپ کردم. بعد هم با اسلایس های توت فرنگی اونو میتونید تزیین کنید. این هم یه فرزیه زیبا و خوشمزه مناسب این فصل.